اثر زارالشوی از دود گنراتور در کنار شهر ادینسوو ولایت مسکو روسیه یک نفر به هلاکت رسیده، دو نفر دیگر را به بیمارستان انتقال دادند. نشریه ام کاچوپ مسکو خبر داد که هر سه قربانی این حادثه ناخوش از تاجیکستان بوده، دو نفر آنها برادران بودند. بنا به اطلاع این نشریه، حادثه شب 3 نوامبر سال 2022 در کنار دهه لایکووا رخ داده است. امکا با تکیه به منابع خود خبر داد که شب چهارشنبه در یک قطعه ساختمان در لایکووا نیروی برق را خاموش کردند و کارگران در یکی از واگن‌ها مجبور شدند که گنراتور را به کار درآورند. در نتیجه آنها شبانه هنگام خواب از دود مواد سوزشواره گنراتور زارالود شدند. آنها را ساعت 10 صبح 3 نوامبر در حالت بیهوشی پیدا کردند. مهاجر 39 ساله از تاجیکستان را از چنگ مرگ نجات داده نتوانستند. برادر 31 ساله او و باز یک مهاجر 38 ساله تاجیک را در بیمارستان بستری کردند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان به علت‌های مختلف وفات می‌کنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختار، صدمه‌های نقلیاتی، همچنین مریضی‌های گوناگون از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود. به حساب میانه هر روز تا 3 مهاجر تاجیک در ملک غربت به زندگی پدرود می‌گویند.